بندری مطمئنی که تو خونه درست بشه رو همه به بندری بیرون ترجیح میدن. بریم که با هم درستش کنیم. اگه سوسیسش هم که تو خونه خودتون درست کنید که دیگه عالی میشه. اگه دوست داشتین آموزش سوسیس خونگی رو براتون میگیرم. به چه چیزایی احتیاج داریم؟ به سوسیس، گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، 2 تا حب سیر که اگر دوست نداشتین میتونین حذف کنین، پیاز فراوون و ادویه نمک و فلفل قرمز و زردچوبه. پیازهامون رو به صورت خلالی برش میزنیم. پیازهای ما نه خیلی باید ضخیم باشه نه خیلی نازک. اگر که پیازهاتون ضخیم شد اشکالی نداره، چون ما قراره که کاراملیشون کنیم و کاملا مخصوص میشه. اگر مقدار پیازاتون یکم اضافه شد هیچ اشکالی نداره. توی سوسیس بندری هر چقدر پیاز بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. انتهای پیازمون رو هم کامل جدا میکنیم، چون نمیخوایم که پیازامون چسبندگی داشته باشن به همدیگه و باید به این شکل راحت از همدیگه جدا بشن. گاز رو روشن میکنیم و مایتابه یا قابلمه‌مون رو روی گاز میذاریم و پیاز رو بهش اضافه میکنیم بدون اینکه روغنی بهش اضافه کنیم و 1 کاسه آب بهش اضافه میکنیم و درش رو میذاریم تا کامل با بخار آب مخصوص بشه پیازمون. سوسیس هامون رو هم به صورت مورب خرد میکنیم. سوسیس هامون رو داخل روغن سرخ میکنیم. شما میتونید این کار رو به صورت بخارپز هم انجام بدین، ولی ما خودمون سرخ شده بیشتر دوست داریم. بستگی به ذائقه خودتون داره. توی همین فاصله که سوسیس هامون در حال سرخ شدن هستش، پیازمون رو چند بار چک میکنیم که آبش کامل خوش بشه. وقتی کامل آبش خوش شد پیاز ما آماده است. سیرمون رو هم اول یه ضربه با چاقو بهش میزنیم و بعد شروع میکنیم به خرد کردن. باید ریز ریز خردش کنیم. باعث افتخاره که کانال من را سابسکرایب کنید تا کنار هم دیگه کلی غذاهایی که سریع آماده میشه و غذاهایی که میشه فریز کرد تا کار شما راحت تر بشه رو با هم دیگه کنار هم درست کنیم. حتما سوسیسا رو تون هم بزنین، چون که سریع سرخ میشه و آماده میشه.
3 تا گوجه رو هم رنده میکنیم که برای سس بندری بهش احتیاج داریم. آب پیازامون که کامل کشیده شد بهش روغن اضافه میکنیم و کمی تو روغن تفت میدیم. نمیخوایم که پیاز داغمون خیلی سرخ بشه، میخوایم فقط کمی تفت بخوره. پیاز داغمون که یکم تفت خورد بهش زردچوبه اضافه میکنیم و یکم دیگه اجازه میدیم که با زردچوبه هم تفت بخوره. حالا وقت اضافه کردن سیر هستش. سیر رو هم 1 دقیقه تفت میدیم و با پیاز مخلوطش میکنیم. گوجه رنده شده رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که آب گوجه کاملا تبخیر بشه. وقتی آب گوجه ها تبخیر شد، حالا وقتشه که سوسیس رو بهش اضافه کنیم و مخلوط کنیم. دو قاشق رب رو داخل کاسه میریزیم و با آب یکم رقیقش میکنیم و ادویه ها رو به رب اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم.
باید ربمون به این غلظت برسه. حتی یکم رقیق تر هم میتونه باشه. ربمون رو به موادمون اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم و اجازه میدیم که 10 دقیقه با در بسته پخته بشه. شما اگر دوست داشتین میتونین توی این مرحله کمی بهش فلفل دلمه سبز خلالی خورد شده اضافه کنین. سوسیس بندری ما آماده است. امیدوارم درستش کنید و لذتش رو ببرین. میتونید توی این مرحله تستش کنید. اگر سوسیس بندری رو تندتر دوست داشتین فلفل بیشتری بهش اضافه کنین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. ما خوشحال میشیم که عضو کانالمون بشین و خانواده‌مون روز به روز بزرگتر بشه.